در نزد فروشگاه‌های مواد سوخت در پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد مردم زیاد نوبت خود را می‌پایند. بحران مواد سوخت تخمیناً یک هفته اینجانب کار نقلیات این کشور را دشوار نموده است. سروزیر پاکستان نواز شریف جلسه حکومت را دعوت کرده یک عده منصبداران بلندپایه را با عیبنامه بی‌اعتنایی به منصب و رهبری سست برکنار نمود. در کیشینیو طرفداران حزب سوسیالیست در میدان نزد بانک ملی مولداوا جمع شده استعفای رئیس این مؤسسه را طلب کردند. آنها رئیس بانک ملی را مسئول بی‌قربشوی پول ملی این کشور لی می شمارند. چند ماه به این سو قرب لی پایین شده فعلا در مقابل دلار و یورو خیلی ضعیف است. در شهر الماتای قزاقستان سردبیر مجله آدم بول گلجان ارگلیوا بعد منع چاپ این نشریه در دادگاه گرسنه‌نشینی اعلام کرده است. مجله مذکور بعد نشر یک مصاحبه با مهاجر قزاق مقیم اوکراین از طرف دادگاه با ترغیب جنگ عیبدار دانسته شد. منقدان میگویند رسانه‌های قزاقستان بحران اوکراین را نادیده میگیرند. نصرانی‌های پروسلوی قرقیزستان در کلیسای شهر بیشکک عید ظهور و تجلی عیسی مسیح را با آب سرد جشن گرفتند. پیروان مذهب پروسلاو و یا ارتدوکس نصرانی این عید را که به غسل و تعمید عیسی در رود اردن ارتباط می‌گیرد با تنتنه تجلیل می‌کنند. در قرقیزستان 15% اهالی پیروی دینی نصرانی می‌باشند.